سلام خدمت دوستان عزیز. خب حالا ادامه کار رو با هم بریم تو این بخش که قراره دیگه علاوه بر اون که این فلور رو میکشیم بخوایم با هم بکشیم این فلور رو، حالا یه بخشی از دیوارها و پنجره ها رو درها رو هم اگه بتونیم تو این بخش میذاریم که با هم یاد بگیریم چه جوریه، که کار خاصی هم نیست. من حالا واسه این که کارمون راحت تر بشه اینو میبرم اینور. خب این فلورمونه که حالا میگم ما هدفمون این نیست که دقیقا همون کار رو دوباره بسازیم. میخوایم یه کار از خودمون، یه خونه جدیدتر مثلا داشته باشیم، نمیخوایم همون خونه رو دوباره بسازیم. خب میتونیم توی 3D بکشیم این کار رو. الان یه فلوری داریم این زیر که دوباره میارمش اینور. اصلا چه نیازی من ببرمش اونور، همینجا با هم یاد میگیریمش، نیازی من ببرمش اونور. میتونیم یه فلوری با هم این پایین بکشیم، یعنی میخوایم یه فلوری با هم این پایین بکشیم که حالا تا این لبه پله بیاد و یه ابعادی هم به این صورت داشته باشه. اوکی رو میزنیم. این که هیچی، بریم سر کار خودمون. دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی این که ما الان اگه از این زاویه من نگاه کنم میبینید که لول یکم تو راستای همین فلوری که دارم، پس من میتونم لول یکمون رو توی اینجا بیارم و همینجا فلورامو بکشم، یا تو 3D، حالا هر جوری که راحت هستین. تو 3D اگه بخوایم بکشین باید حتما ورک پلین رو ست کنید که شورتکاتش اگه یادتون باشه WE بود. ما روی این صفحه میزنیم میتونیم فلورمون رو بکشیم. حالا مثلا کار جدید تو مثلا حساب بشه، من فلور رو همینجا میکشم. خب شکلی که اینجا داره، بعد بیس کار رو ببینیم. اوکی بریم. نمیخوایم دقیقا مثل همون بکشیم، هم یه تیکه اینجا میایم تو، میریم بالا، یه تیکه رو مثلا اینطوری میریم، یه تیکه رو اینطوری میریم، یه تیکه رو حالا اینجا رو من میخوام که با این توی راستا باشه، بخاطر میارمش بالاتر. MV روی کیبورد میزنم، مووش میکنم بالا، به احتمال زیاد اینم باش جمع میشه. بعد اینجا دوباره یه لاین دیگه میکشیم، توی همینجا میبریمش و اینجا میتونیم پیک پلین کنیم که دیگه نیم دقیقا همون قوس رو دوباره بکشیم. اینجا خودش هم اتصالاتش رو میزنه. خب حالا اگه من کانفرمش کنم برم توی 3D میبینیم که فلور کشیده، ولی خب ضخامت فلوری که من میخوام نیست. میتونم اینجا تغییرش بدم، مثلا این وود تراس جویست جویستن دیگه، یعنی حالت تیرچه مانندی ریخته میشه زیرش. ما میخوایم حالا یه چیز به خصوص خودمون باشه. مثلا اگه من اینو بدم تر کانکریت، اوکی کانکریت مثلا 10، بریم خودمون اینو بسازیم ازش. مثلا دوپلیکیت میکنم، میزنم فلور مین، یا مثلا فلور کانکریت مثلا 400 میلیمتر بر فرض مثال. اینجا ادیتش میکنم، کانکریت هست اینجا 254، من میکنمش 400. میتونم لایه های دیگه هم اضافه بکنم، مثلا اینو مثلا بکنم 250، مثلا یه 200 که 150 هم مثلا اینجا چی داشته باشیم. بریم کاتگوری ها رو ببینیم. مثلا کانکریت لایت ویت، مثلا اینجا کست این پلیس گری، این کانکریت لایت ویت فرق نمیکنه. این بالا پایینش هم بکنیم که تو ویدیوهای قبلی بهتون گفته بودم که متریالی که میخوایم نشون بدیم، مثلا تیکش رو اینجا میزنیم، اپلای، اوکی. خب میبینید که الان رفته بالا، یعنی از اینجا یه ارتفاعی داره. خب الان بیایم با هم اینو دستی تغییر بدیم. توی اینجا من هایت آفست فرام، این قسمت پراجکت براوزر، اگه من روی این پراپرتیز اگه روی این سلکت بکنم آفست هایت آفست فرام لول، یعنی اگه من اینو بذارم 10، ببینیم با هم چه اتفاقی میفته. اومد بالاتر، قبول داریم. 400 بذارم چی؟ میبینید
دقیقا داره میاد بالا. حالا ما میخوایم که با این ارتفاع این پلمون یکی بشه، پس چقدر دیگه نیازی بیاریمش بالا؟ من روی این صفحه قفل میکنم که این دایمنشن مثلا باز شه. اینجا بتونم یه دایمنشن بزنم. یونیت ها درست نیست، شورتکاتش UN هست. اینجا چک میکنم یونیت رو چه چیزی تعریف کردن، دیستنس میلیمتر. خب پس مشکل از خود فامیلیه. یعنی من اگه اینجا تا اینجا یه دایمنشن بزنم میبینم بر حسب اینجا میام تغییرش میدم. ادیت تایپ رو میزنم. اینجا یونیت فرمتش ببینید فیت and fractional inches، من مثلا میخوام بزنم میلیمتر. یونیت سیمبل هم نمیخوام نشون بده، تا چند اشارم روند کنه مهم نیست. اوکی رو میزنم. لینیر. خب این اسم جدید واسش بذاریم، مثلا بنویسیم مثلا لینیر، همین که خودش نوشته این میلیمترز مثلا. اوکی. خب این 208. خب ما باید 208 دیگه به این ضخامتمون اضافه کنیم. edit type 208. خب مثلا 458. اوکی رو بزنیم. اپلای اوکی. میره پایین. من اینو میکنم 458 628 فکر کنم، اشتباه اگه نکنم. یه مقدار رفت بالا، بذاره میرمش پایین. این عددم باش تغییر میکنم. این من بالا پایینش کنم، عددی که اینجا تو آفست داره بالا پایین میشه. باشه هم میتونم دستی این کارو بکنم، هم با اون اندازه کار کنم. ولی خب واسه اینکه دقیق تر بشه اینجا به نظر خوبه. برگردیم سر کار خودمون. دابل کلیک کنین. اگه مثلا روی یه جا زوم بودین خیلی زوم کردین، این ویل موس رو اگه دابل روش بزنید یا دابل کلیک کنین روش میاد بیرون تا اون جایی که مثلا زوم اوت کرد، یا مثلا باکسی که نمایان میده. اگه باکس خیلی بزرگ بود و شما مثلا انقدر نیاز نبود که مثلا این باکس داشته باشه، مثلا این لول وانتون از اون محدوده‌ای که ما پروژه رو تعریف کردیم بیشتره، به خاطر این میتونید روی این دو تا سطح لول کلیک بکنید، کلیک راست بکنید روی یک کدومشون اگر اشتباه نکنم اینجا ماکسیمایز 3D extents خاموشه. خب باز کنیم تاثیر داره. خب بستگی به چی داره؟ عجیبه که اینجا خاموشه، اینا معمولا همیشه روشن بود. ماکسیمایز 3D extents نه. خب عجیب هست این، یه قاعدت جدید اومده. ولی خب میتونید دستی هم این رو کوچیکش کنید، بیاریدش مثلا تا اینجا. نیاز نیست مثلا تا اونجا بریم، مثلا تا اینجا. خب اینم مثلا همین باشه، مهم نیست. خب بریم تو کار خودمون. اینا راستش نمیخوام توی ویوم باشن، تو 3D، به خاطر همین اچ رو اگه روی کیبورد بزنم هاید میشن. ما دو نوع هاید داریم، حالا که بحثش شد اصلا بگم. یکی تمپرری هاید داریم، یعنی پنهان شدن موقت، که اگه نرم افزار رو یا رویت رو ببندین دوباره باز بکنین، اگه به سطح این حالا شکل یه عینکه، اگه اچ روی کیبورد هاید کرده باشین نرم افزار ببندین دوباره باز کنین، دوباره اینا میان. یه هاید دیگه هم داریم، هاید این المنت. روی عکس این لامپ هست، چراغه میشه لامپ میشه هاید این المنت، عینکه میشه تمپرری هاید یا پنهان شدن موقت. اگه اینا رو سلکت بکنین، فکر کنم شورتکاتش EH. بعد اگه EH روی کیبورد بزنید، مثلا این دوتا رو من EH کردم روش، هاید المنت میشن. یعنی اگه من نرم افزار رو ببندم دوباره بازش بکنم، این دوتا لول دیگه نیستن تا موقعی که من خودم بخوام که نشون بدم. واسه اینکه برگردونم توی این لامپ کلیک میکنم، میبینید اینا رنگشون سبزه. حالا ممکنه شما اگه از دارک بهم استفاده نکرده باشید رنگشون مثلا نمیدونم زرد باشه، اگه اشتباه نکنم آبیه. اینجا این دوتا رو سلکت میکنم، آن هایدش میکنم، به همین راحتی دوباره برمیگردم. اگه خواستم مثلا اونایی که به سطح موقت هاید کردن دوباره بیان، اینجا ریست تمپرری رو میزنم، پس شد. اینا که میخوام دوباره برگردن
HH، اونایی که نمیخوام دوباره برگردن EH. کنترل Z میزنم من چون نمیخوام این سبز دیگه برگرده EH رو میزنم روی کیبورد. این از بریم سراغ دیوارم. خب توی این کار ما فلورم کشیدیم دون تچ، یه سری دیوار داریم. حالا ببینیم مشخصات این دیواری که خودش کشیده چه. این دیوار 200 میلیمتریه که حالا کنترل A رو روی کیبورد بزنم معمولا همه رو سلکت میکنه، یا شورتکات که نه، سلکت آل اینستنس، یعنی هر نوع المانی که به این مشخصات هست یا به این پراپرتیز هست و توی این ویو، توی کل پروژه، توی همه پروژه، حتی اون لجند هایی که توی مثلا شیت ها دیدین یه لجند میذاره مثلا میگه این رنگ فلانه این رنگ فلان. خب من میگم توی حالا این ویو همه رو سلکت میکنم یا مثلا فلور دوباره با همین مشخصات. طبیعتا اینو نباید سلکت بکنه، حالا باز با هم ببینیم. دیلیتش کردم. سلکت این ویو میبینین سلکت نکرد چون مشخصات این فلور، درسته فلوره همشون فلورن اینا، ولی مشخصاتشون یکی نیست. الان من اگه اینو سلکت اینستنس کنم بازم هیچی سلکت نمیشه. خب بریم روی دیوارمون. دیوار 200 میلیمتریه، بیسیک واله که اگه برم توی ادیتش هیچ بیسیکه، کلا هیچ چیز خاصی نداره. بریم تو کار خودمون. خب من میام تو آرکیتکچرال، اینجا والا انتخاب میکنم، میگم والا معماری. خب من خودم یه دونه بیسیک جنریک وال میسازم 154. خب من با این کاری ندارم، یه دونه دوپلیکیت جنریک وال 200 میلیمتر. تو کار قبلی میلیمتر چسبوندم اینجا، بچسبونمش توی اینجا به همین راحتی ضخامت 200 بهش میدم و پریویوش اگه نگاه بکنم اینجا بهم نشون میده که چجوریه. الان کارم اوکی رو میزنم. من حالا میخوام یه کاری بکنم از این کارمون قشنگ بشه، بیاد بهش یه متریال بدیم، یه قشنگش بکنیم. حالا مثلا گچ مثلا میتونیم بریک داشته باشیم، آجوری مثلا باشه دیوارمون، بهش بدم مثلا چه میشه realistic consistent colors textures. این شکلیه. بیایم مثلا ما همچین شکلی داشته باشیم. خب interior side exterior side، ببین بالا exterior side پایین interior side. همون وسط اگه من بذارمش دیوارمون رو بکشیم، بازم هم میتونیم پیک پلین کنین، هم حالا اینا رو هم توضیح دادم که از وسط دیوار گرفته بشه، از بغل دیوار گرفته بشه. یعنی من اگه میخوام والامو بکشم میتونم بگم از کدوم جهت دیوار استفاده بشه. مثلا من الان اینجا میخوام اکستریورش رو بگیرم، یعنی وقتی که اینجا سلکت میکنم دیوار من 200 میلیمتر رو به بیرونه، رو به داخل، یعنی کاره. مثلا اینجا تا اینجا یه دیوار، اینجا تا یه دیوار، یه دیوار، به این صورت. حالا اگه بریم تو 3D با هم ببینیم دیوارمون تا چه ارتفاعی بره بالا. خودش پیش‌فرضش حالا همیشه مثلا توی کارا این خیلی بازه، اینو یه ذره بیشتر ببندم. ارتفاع دیوار رو پیش‌فرض مثلا اینجا 6 متر. خب زیاد دیگه، من نمیخوام 6 متر باشه. حالا توی 3D خودش چقدر گرفته؟ 4 متر. ما حالا مثلا میگیریم 3500 select instance، کنترل A هم روی کیبورد میگرفت، ولی خب شاید من دارم یا اشتباه میرم. اینجا میزنم 4000 میلیمتر، میاد پایین تر. خب حالا میتونستیم این کار دیگه هم بکنیم. اینا رو سلکت بکنیم، بگیم آقا اینو ببر تا لول 2. اینم یه راهی بود. یا مثلا اینو ارتفاعش رو میبریم پایین تر، میگفتیم مثلا این 4000 باشه، اینا برن تا لول 2. یعنی من اگه اینو باش بالا پایین کردم اینا هم باش میرن. اینجوری بکنم راه حل بهتری باشه. همین رویه رو پیش میریم. ریالستیک بذارم، میبینی حالت آجوری گرفته، ولی خب یه جوریه. بذار من درستش بکنم. با هم یه دیوار رو سلکت بکنیم، یه دونش رو سلکت کنیم کافیه، چون اینا همشون یه ویژگی دارن. بیاین 100 میلیمتر این دیوار رو به سمت اکستریور بدیم، یعنی این شکل آجوریشو بدیم به سمت بیرون. بیایم یه دونه به هم دیگه اضافه کنیم، بریم پایین، یعنی
به سمت اینتریور میخوام مثلا گچ باشه، مثلا فکر میکنم جپسون باشه اگه اشتباه نکنم، داره اصلا همچین چیزی. نه اشتباه نمیشتم. خب بریم تو کار. اینجا جپسون والبورد، مثلا دیوار گچی مثلا میگم. آره جپسون والبورد. اینجا مثلا میتونید شکلش هم ببینیم با هم، یه همچین رنگی پیدا میکنه. گرافیکش هم که حالا مهم نیست اونقدر، ما زیاد با اینا کاری نداریم، گرچه بهتون توضیح میدم ویژگی ها رو، ولی الان شاید زیاد نیاز نباشه، ما میخوایم یه چیز دیگر با میکنیم. Delivering this layer must have زیرو داریم بهش 100 بشه. اوکی رو میزنیم اپلای. اوکی الان رو به داخل شد گچ، رو به بیرون شد مثلا این حالت آجوری مانند، ولی خب این آجوری هم یه جوری بدلم نمیشینه. بیاین با همین ذره بهترش کنیم. کاملش چیه؟ اپیرنسش رو با هم ببینیم. این بهتره، این قشنگ‌تره. چرا اصلا اینو انتخاب نکنیم مثلا اولش؟ اوکی اپلای. اوکی بفرمایید. حالا یه کار دیگه میتونید بکنید. من هی میام تو میرم بیرون. ادیت تایپ کنید، بریک رو انتخاب کنید. میتونیم حتی این عکس هم دستکاری کنیم، مثلا برایتنسش رو کوچیک بزرگ کنیم، بگیم خیلی مثلا این روشن باشه، مثلا برعکسش کنیم. برعکس که نه، منظور از برعکس یعنی دارک اریا، اونایی که تاریک رو روشن کنه، اونایی که روشن تاریک بشه. منظورش اینه. الان خودش اوورد ترانسفورمز. این بهمون ارتفاع. من مثلا میخوام عکسم، یعنی اون عکس که میندازه روی چیزی ذره بزرگتر از این باشه. نکنیم میبینید این ارتفاع عکس، این عرض عکسی، من میتونم با اینا بازی کنم. اینا مثلا به هم کانکت، میتونم آن کانکتشون کنم. این یه ارتفاع باشه، این یه ارتفاع، کانکت رو بزنم ارتفاعشون یکی میشه. دانو میزنم اپلای. یه ذره بزرگتر شد. خب این به نظرم منطقی تره. خب یه مشکلی اینجا پیش اومده، یه دیوار تا ارتفاع فلور نرفته و یه ذره پایین ترم اومده. خب ما نمیخوایم اتفاق بیفته. ما میایم اینجا قفلش میکنیم. این قسمت بارمش وصل شده به پایین، به سمت فلور. یعنی اینجا اگه نگاه کنیم بیس کانسترینتش وصل شده به پایین. خب من میام یه دونه لول جدید اضافه میکنم. اتفاقا خوبه با هم یاد میگیریم که چجوری بتونیم این لول یک کارو اضافه بکنیم. خب من الان میرم توی قسمت الیویشن ها، یعنی از توی پراجکت براوزر الیویشن ها پیدا میکنم. مثلا اینجا یه الیویشن ایست دارم، روشنش میکنم یا میارمش. خب یه دونه دیگه مثلا نورد هم ببینیم، ساوت وست. درسته اوکی. خواستم مطمئن بشم که الیویشن نمادش نشون داده نشده اینجا. دو تا دلیل داره چرا ما اینجا الیویشن ها رو نمیبینیم. یا اینکه ممکنه هاید باشه، هاید نیست، یا اینکه ما یه بخشی داریم به نام ویزیبل گرافیتی اوورلی. حالا اینجاها ممکنه نشون نده. اینجا چیکار میکنه؟ میاد یه سری پارامترها رو توی هر ویو هاید میکنه. اینا مثلا تیکاشو که زده یعنی نشون بده این رو. من واسه اینکه مطمئن بشم هنوز خودم هم نمیدونم دلیلش چیه که نشون نده. اینا رو همه رو سلکت میکنم، اکسپند میکنم، اونا رو هم سلکت میکنم، تیک همشون رو میزنم، میگم آقا نشون بده هر چی هست اینجا به من. بازم نیومده چیزی. با هم ببینیم دلیلش چیه. یا شاید هم مثلا این ویو نیومده تو کار. نه ربطی نداره. خب الان من سکشن رو دارم. الان مثلا بیایم با هم چی میگن سکشن بزنیم یا یه دونه لول جدید اضافه کنیم. توی بخش آرکیتکچرال میاین، اینجا یه علامت لول اینجا مشخصه، روش سلکت میکنیم. میگه آقا لول من میخوام مثلا میخوایم که هم ارتفاع مثلا این پله اینجا باشه. از اینجا یه سلکت میکنم. گرچه خودش باید سنپ میکرد ولی خب حالا اونقدر مهم نیست. اینا از این برم میکشم که مثلا بگم تا اونجا اومده، این خیلی رفت جلو. اینو میارمش اینجا. یه سری المنت ها اینجا هست. این چیه؟ اینو بزنین 3D نشون بده، 2D فقط نشون بده. تیک اینو بزنین علامت الیویشن اینجا میره میاد. این برم تیکو داریم، من میتونم دو جهت بهم نشون بده. این پایینم که ارتفاع و اینجا می نویسم
بیس لول، مثلا بیس لول. این از فونت اینا رو میتونیم عوض کنیم که توضیح میدم که مثلا چجوری بتونیم فونت اینا رو عوض کنیم، مثلا ابعاد این الیویشن رو چجوری عوض کنیم. اینا یه سری بیلت اینه، یعنی از قبل خودشون یه سری پیش‌فرض‌ها تعریف کردن واسه اینا، ولی ما هم میتونیم عوضشون بکنیم، مسئله خاصی نیست. مثلا یه دفعه دیدین این علامت خیلی بزرگ بود تو شیتتون جا نمیشد، یعنی نوشته ها خیلی گنده بود، خیلی راحت اینا رو میتونیم حلشون کنیم. خب این کارو بهتون یاد دادم، به خاطر همین بهتون نمیگم الان که خودتون برید یاد بگیرید. تو ویدیوهای قبلی گفتم برید ویدیو قبلی رو ببینید. خب الان من یه لول اینجا ساختم، اگه برم تو 3D نگاه میکنیم که لولمون اضافه شده، میبینیم، ولی رنگ لول فرق میکنه، میبینیم. خب حالا من اینجا سلکت اینستنس میکنم. آها اینجا ماکسیمایز 3D اینستنس حالا باز شده، تو کارهای قبلی مثلا اینجا نبود، عجیبه. خب اینجا find in project browser نداریم. خب الان حالا من میتونم بگم چی؟ میتونم به این دیواره بگم که آقا این دیوار رو بیارش بیسش رو برسون به بیسی که من تازه تعریف کردم، یعنی بیس کانسترینتش بیاد برسه به بیس لول. الان همه اینا دیگه توی همین لول من دیوارام دیگه شروع میشن، توی این لولی که الان من تعریف کردم واسه شون. درست تعریف کردم نه دیگه، این لول یه ذره بره بالاتر، خیلی پایین گرفتم چون این فلورمون اینجا مثلا باید بره. آها این دیوارم که فاصله داره که. خب سلکت اینستنس میکنم دوباره، تایپ پروژکت، آفست خودش داده، صفر کنم این آفستش. یس. خب حالا الان من توی این تبم الان میخوام اینو یه ذره کوچیک کنم و حالا یه سری نکات دیگه هم بهتون بگم در ادامهش. ما دوتا فیز داریم توی این که تو ویدیو قبلی هم بهتون گفته بودم که مثلا یه دونه فیز نیو کانستراکشن داریم، یا کانستراکشن یا اگزیستینگ، یا حالا هرچی، یعنی اونایی که تازه میخواد ساخته شه، جدید ساخته میشه، قبلا بوده و اینا، که توی این بخش هستش. مثلا الان توی مثلا ما یه بخشی داریم، مثلا این، مثلا اینو سلکت میکنم میگم آقا این فیزی که این دیواری که الان توی فیز نیو کانستراکشنه، یا قبلا بوده الان اگزیستینگ بوده، مثلا این دیواری که الان سلکت کردم اگزیستینگ بوده الان شده نیو کانستراکشن. من الان لیست جدید بشه بذارم که خودش میاد اینا رو تغییر میده، حتی اگه من چیزم بیارم رنگش هم تغییر میده، یعنی حتی توی 3D هم اگه بهش نگاه بکنیم میبینی رنگش فرق میکنه. ولی خب برمیگردیم سر جای اولمون، ما کاری با اینا نداریم، گفتم اینا بهتون بگم. حتی اگه دابل کلیک هم روی لول بکنید ما به سمت اون لول خواهیم رفت. اینا هم بهتون گفتم که دابل کلیک بکنید یا مثلا روی الیویشن سلکت بکنید میاد. ولی مسئله مهمی که هست اینه که ما چجوری بتونیم اون الیویشن های قبلا هستن و اینجا هم ببینیم. خب برمیگردیم توی همون پارت ویزیبیلیتی، ما یه چیزی رو باید چک کنیم، انوتیشن ها رو. اینجا دوباره هر وقت یه چیزی رو نشون نداد تو رویت بدونید که یه مشکل اینجا هست. من معمولا به اینجا هم مشکل میدیدم همیشه، به خاطر همین نشون یه کاری میکنم که همه رو نشون بده به من. دوباره اینو رو سلکت بکنم، اپلای، اوکی. خب عجیبه که این الان اینجا نمیاد واسه من و حتی روی چیزم نیست. خب اگه حالا من یه روندی هم بهتون یاد بدم اگه نیومد، مثلا یه دونه لول الیویشن اینجا داریم، من روی این سلکت میکنم، حالا این قبلا هیچ میزنم یا اینو من میخوام ببینم که این لول 2 رو کجاها دیگه داره نشون میده بهم، یا کجاها داره ریفر میشه به این لول. من اگه اینجا سلکت میکنم میگه آقا این جاهایی که میبینی به این لول ریفر شده، یا مثلا این لول توش هست. و حتی وقتی من روی این میزنم
به من چی رو نشون میده؟ یه همچین چیزی نشون میده. نمیدونم مشکلش چیه، من تا حالا ندیدم همچین چیزی و حتی این بگم که توی چیزا نبوده، ولی خب تو ویدیوهای بعدی سعی میکنم یه توضیح منطقی واسه این پیدا کنم و با هم ببینیم که دلیل این اتفاق چی هست واقعا. خب حالا ما 3D رو ساختیم و شکلمون هم در اومد. حالا میخوایم بریم سراغ در و پنجره که این کارا تکرار مکررات میشه به عبارتی. خیلی بخوایم بگیم دقیق بگیم، پنجره رو مثلا یه دونه با هم میذاریم، یه همچین دری داره. خب من این در رو از اینجا کپی میکنم، کپی نمیکنم، نه ولی چی کار انجام بدم، یه در خودمون همینجوری میذاریم. ما یه کاری نکردیم، ما دیوار رو نباید میبریم تا این پایین، دیوار رو باید آره یه اشتباهی کردیم، اینه که این دیوار رو باید میتونیم یه ذره ببریمش عقب‌تر، خیلی بردیمش تو. اینو من پاک میکنم این در رو، این دیوار رو البته اینجوری که نباید باشه، این دیوار پاک میشه، توی این زاویه قفل میکنیم، دوباره هم دیوار رو میکشیم از بیرونش، از این سمت نه، اینجا دوباره عوض میشه، کورفیس اکستریم، اینجا میزنم کورفیس اینتریر، میزن اینقدر میریم داخل، اینجا میکشیم، اینجا میریم نماز. خب این دیوار به این کانکت هست، دارم بیاریم پایین که برسه به لول دومون. اینا چرخیدن. خب دیدیم که دیوارامون درست نبودن. حالا این توش یه بحث مهمی هست، اینه که جهتی که ما دیوار رو میکشیم از قبل و بعد خیلی مهمه. یعنی من توی جهت قبلی که دیوار رو کشیدم از این سمت شروع کردم، رفتم تا اینجا، پس اینجا هم باید ادامه همینو برم. یعنی اگه من اینجا میخوام یه دیوار بکشم، ادامه همینو میرم تا اینجا، بعد مثلا اینجا میرم داخل، اینجا میرم پایین، اینجا میرم داخل، دوباره اینجا. خب الان اشتباه شد دیگه، باز جهت فیس هم درست نبوده. اینو میبرم داخل دیگه، تعارف نداریم با هم که میارم اینجا دقیقا برسه، MV رو میزنم. خب میبینم که یه ذره اختلاف داره، میرم دقیقا روی این سطح، اینجا رو MV میزنم، شورتکت MV میارمش که دقیقا بیفته روی این دیوار. خب دیوارم ارتفاعشون بالاتره، سلکتشون میکنم تو این زاویه، میزنمشون به این از دیوار. حالا میخوام یه در بزنیم، خیلی شکل بعدی شد ولی خب الان بیان این کارم انجام بدیم. به نظرم ذره خوب نشد، منم راستش خوشم نیومد. اینا رو بیاریم بالا، این فلورمونه دیگه، اینو بذاریم باشه، این دوتا رو پاک کنیم، این فلور اینجا تموم کنیم، اینم بیاد اینجا، اینا رو تریم کنیم، دوباره تریم، اینم تریم، اینجا اینو بیاریم پایین، این بیاد اینجا، اینم بیاد اینجا، اوکیشو بزنیم، یه همچین حالتی بگیره، دیوارا هم همه بیان عقب به همون نسبت. خب اینجا یه نکته ای شاید واسه ندیگران درست شد. خب اینجا MV رو دوباره میزنیم، میارمشون عقب، میزنمشون به اینجا. خب این باز دوره واسه مهمه که این بیاد دقیقا اینجا تموم بشه. این دیوار هم دیگه میتونه حذف شه، اصلا اینم میتونه حذف شه، این مستقیم دیگه میتونه بیاد اینجا تموم بشه. دیگه اینجا میشه این پنجره در رو گذاشت. حالا دیگه ویدیو خیلی طولانی شد، یه دونه در میذاریم با هم. خب دری که میذاریم باید دقیقا روی دیوار باشه، مگر جای دیگر رو نمیگیره، هم باید روی دیوار باشه. مثلا اینجا رو سلکت میکنم، در میذاریم اینجا،
میبینید که این دیوار همچنان اشتباهه، باید لولش بیسش بیاد بیس لولمون و باز آفست هم داره، این باید 0 بشه و درست شد. خب میتونیم در رو تغییر بدیم، مثلا یه در مثلا این شکلی بزنیم. حالا در رو مثلا با هم فهمیدیشه با هم فردا پیدا میکنیم یا فردا جلسه بعدی ببینیم با هم چجوریه. تا ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.